سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه از کانال یوتیوبی پولدار شو. من علیرضام و امروز بهترین وبسایت موجود در تمام دنیا رو براتون آوردم که میتونید ازش پپه به دست بیارید. یعنی بهترین سایت پپه رایگان کل دنیا. پس اگر این سبک محتوا رو دوست دارید و هنوز پولدار شو رو سابسکرایب ندارید، همین الان سابسکرایب کنید و بریم سراغ این وبسایت خفن و البته جذاب که ازش پپه بگیرید. خب چیزی که نیاز دارید سی ولته. اگه نمیدونید سی ولت چیه، براتون لینکش رو میذارم، از گوگل پلی میتونید دانلودش کنید. فکر میکنم تو اپ استور هم موجود باشه. بعد از اینکه شما اپلیکیشن رو، یعنی در واقع این ولت رو نصب میکنید و راه اندازی میکنید که خیلی آسونه مثل همه ولت های دیگه، شما یه بخشی دارید به نام پروفایل که این پروفایل رو اگر تاچ بزنید به شما یه دونه آیدی میده که این آیدی رو همین ابتدا باید برید و کپیش کنید. برای کپی کردنش هم طبق الگو پیش برید و به راحتی کپی میشه. وقتی کپیش میکنید حالا تازه میریم سراغ وبسایت. قبلش بهتون بگم نگران نباشید، از سی ولت شما هر چی که به دست میارید در واقع داخل سی ولت به راحتی قابل هم سواب کردن هست و هم برای انتقالش هیچ مشکلی وجود نداره. دردسر واقعا نداره. بهتون حالا توضیحاتش رو در انتهای ویدیو میدم تا بدونید که این پپه که به دست میارید رو چی کارش کنید. یعنی پیشنهاد من حداقل بدونید چیه که چطور میتونید اینو به پول تبدیلش کنید اگر هم میخواید که پول نقد به دست بیاد. اگر هم که پپه میخواید نگه دارید که همین سی ولت سیف و امن و اوکی. بریم سراغ وبسایت که نامش هست earnpepe.com که این آدرس رو براتون داخل اولین کامنت ویدیو من پین میکنم همراه لینک سی ولت. ما که داخل وبسایت میشید اینجا بهتون نمایش میده که آخرین در واقع برداشتی که از این وبسایت شده، همچنین یه سری اطلاعات کلی رو هم بهتون میده و بهتون میگه که اینجا ما چند تا یوزر داریم و کلا هم 3-4 روزه که وبسایت داره کار میکنه. پس تا هست ازش نهایت استفاده رو ببرید چون وبسایت فوق العاده خفنه. حالا جلوتر میبینید چرا. گت استارت رو میزنید و اینجا وارد این صفحه میشید. خب شما اینجا باید یه ثبت نام رو انجام بدید. هم میتونید با اکانت گوگلتون از اون بالا یا هم که اطلاعات رو مو به مو وارد کنید و از این طریق وارد بشید. خوبیش اینه که این وریفاینگش خودش اتومات انجام میشه بهتر بگم، و اون تیک رو هم بزنید و ساین اپ رو روش تاچ کنید. بعد از اینکه اطلاعات رو وارد کردید یا اینکه به صورت کلی با جیمیلتون ساین اپ شدید، وارد این صفحه میشید. اینجا هم ثبت میکنید، خودش در واقع اوکی میشه و در مرحله بعد اینجا ازتون میخواد که آیدی سی ولت رو وارد کنید، همون چیزی که چند ثانیه پیش کپیش کرد. وقتی که کپی کردید میزنید و اینجا کار تمام هست دیگه. خوش آمد میگه و میگه از همین لحظه میتونید شما پپه بگیرید. داخل این وبسایت راههای مختلفی هست برای به دست آوردن پپه. اولیش بخش مانوال فالست هست که شما میتونید به صورت دستی بیایید و هر یک ثانیه یک بار، همونطور که توی تامنیل ویدیو گفتم، 64 پپه رو به راحتی تمام به دست بیارید. 64 پپه عدد عجیب غریبی نیست، اما یک ثانیه یک بار شما هیچ کار خاصی هم نداره. فقط کافیه اعدادی که توی اون کپچاش به صورت خط خطی همونجا 4 تا عدد داره، همونا رو وارد میکنید و بعد کلیم رو میزنید و تمام. جالبیش چیه؟ جالبیش اینه که بلافاصله این میزان پپر رو واریز میکنه به ولتتون. یعنی شما حتی زحمت ویدرا کردن هم نمیخواد بکشید، خودش اتوماتیک واریز میکنه. میگید نه بیام اینجا بهتون نمایش میدم. و یه نکته رو بگم خیلی مهمه. ببینید این که از این تراکنش و مشخص از چه وبسایتی هم بوده و همه چیش عیانه. یه نکته خیلی مهم این که سی ولت کلا قندشکن میخواد. این هر موقع میخواد سی ولتتون رو چک کنید، نصبش کنید، هر کار کنید، قندشکن میخواد. وبسایت به هیچ عنوان نباید از قندشکن داخلش استفاده کنید. این خیلی مهمه. اینم پس مد نظر داشته باشید. بجز بخش مانوال فالست، بخش ویو اد رو هم داره که میدونید دیگه. شما میتونید اینجا بیاید تبلیغات نگاه کنید و مثلا گفته اینجا یه تبلیغ ببین 400 تا پپه بگیرید. اینم که دیگه مشخصه. میتونید هر روز بیاید و اینجا رو هم چک کنید. بخش دیگه ای رو هم داره، مثل در واقع ماموریت‌های روزانه، مثل دعوت از دوستان که جلوتر حالا بهش میپردازم. اما بهترین روش کار کردن تو این وبسایت همون بخش فالست هست. حالا اگر شرایطش رو دارید از بخش اینوایت فرند دوستانتون رو هم دعوت کنید. کامیشنش قابل قبول هست. برای دعوت از هر دوست به شما جداگونه پپه نمیده. شما موقعی که میایید و لینکتون رو در اختیار
دوستانتون قرار میدید، علاوه بر اینکه اونا خودشون رو میان اینجا کلی پپه میگن، شما 20 یا 25% هم میتونید درآمد داشته باشید. اونا میان کار خودشون رو انجام میدن، تمام کمال پپشون رو میگیرن، 20% از اون چی که اونا به دست میارن رو شما هم میگیرید و این بسیار بسیار خوب و عالیه. پس اینم ازش غافل نشید. منوی همبرگری رو اگه بزنم میبینید که اینجا بخشای دیگه هم داره که میتونید خودتون بیاد به سر بزنید، مثلا شورت لینک. شورت لینک باز پپه خیلی بیشتری میده اما دروازه تراش زیاده. گفتم توصیه من همون بخش منوال فاست هست که شما بلافاصله، یعنی بدون ثانیه شمار بیاید دائما و کلیم کنید. تنها در واقع پاداشی که میتونید از این وبسایت داشته باشید پپه هست و هیچ چیز دیگه رو ساپورت نمیکنه. رسما یعنی وبسایت تخصصی برای پپه ساخته شده. و این نکته بسیار مهم که شما میبینید اینجا 0 ثانیه هست، یعنی شما دائما میتونید پشت سر هم بیاید و کلیم کنید. من یه بار دیگه هم میام اینجا پپه برداشت بزنم با یک کلیم دیگه تا بهتون بگم که هیچ محدودیتی وجود نداره. بلافاصله اینجا کپچر که وارد میکنم میبینید میگه که باز 64 تا دیگه برات زدیم. اینطور نیستش که این عددم کمتر بشه، یعنی فعلا تا وبسایت هست روال کار همینه. 64 تا دیگه هم وارد کرده، مشخص هست اینجا. و اما این پپه ها رو چجوری به پول نقد تبدیلش کنیم هیچ کار نداره. اینجا اگه بخواد سندش کنید که داستانه، میاد از بخش سواب طبق الگو و اینجا پپتون رو تبدیل میکنید به دوج کوین. چرا دوج کوین؟ چون هم کارآموزش منطقیه برای برداشت و هم تو سی والت دوج کوین از همه راحت تر منتقل میشه. شما اینجا تعداد پپتون رو وارد میکنید، معادلش میگه چقدر دوج کوین میتونید دریافت کنید و اگر اوکی بودید سواب رو میزنید تا چنج بشه که قاعدتاً بعد موقع این کار انجام بدید که دیگه میخواید دوج کویناتون رو از این والت خارج کنید. موقعی هم که بخواید خارج کنید هیچ کاری نداره، میاد توی منوی اصلیتون و توی منوی اصلی شما دوج کوین رو مثلا دارید، مثلا 10 تا 20 تا دوج کوین به دست آوردید با همین سوابایی که انجام دادید و بعد از اینجا سند رو انتخاب میکنید و دوج کوین هاتون رو منتقل میکنید به صرافی ایرانی، تراسالت یا هر جای دیگه که خودتون دوست داشتید. پس به همین راحتی میتونیم پپه بگیریم از این وبسایت خفن. پس همین الان لایک رو برای این ویدیو بزن و حالش رو ببر با این وبسایت خفن، هر چقدر دلت خواست پپه بگیر. تا یه ویدیو دیگه و یا آموزش دیگه، خدا نگهدار.